دروازه صحنه حساس و لحظه حساسی است. حالا ضربه رو میزنن و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس با ضربه. او در همین فصل به سیاه جامگان هم گل زده بود و حالا به پدیده هم گل میزنه. به هر حال شاید الان سوشا مکانی از همه بیشتر خوشحال باشه. ببینید پات درون پا، همه پشت محوطه هستن. با سوت باید رامین رضاییان حرکت بکنه. بازیکن راست پای تیم پرسپولیس حرکت میکنه. خود رضاییان ضربه‌اش رو میزنه، پاس میده و حالا توی دروازه شبیه بارسا گل میزنه تیم پرسپولیس و دروازه رو باز کردند. یه کار تمرین شده و از قبل 100% برنامه‌ریزی شده انجام میدن پرسپولیسیا. رضاییان داد تا طارمی دروازه رو باز میکنه و حالا بشه 11 گل مهاجم پرسپولیس. غافلگیر کردن سپاهانی‌ها رو و دروازه رو باز میکنه تیم پرسپولیس و طارمی گل زنه پرسپولیسه. براشون قشنگ بود خداییش و از قبلم گفته بودن این کارا رو میخوان انجام بدن و حالا به این گل رسیدند. پرسپولیس 1 سپاهان 0 با هم می‌بینیم. پاس رو داد رضاییان تا طارمی بیاد دروازه رو باز بکنه. قشنگ کاش تا اینجوری دروازه رو باز بکنه رضاییان. با سوت داور حرکت میکنه. رضاییان با پای راست میزنه و توی دروازه. حالا بازی میشه 2-1. رضاییان به همون سبک کریس رونالدو خوشحالی خودش رو انجام میده و پرسپولیس 2-1 پیش میندازه. پرسپولیس 2 سپاهان 1. توی خوشحالی هم خبری از مهدی طارمی نیست که خیلی دوست داشت خودش پنالتی رو بزنه. بیشتر دوست داره فاصله‌شو با ساسان انصاری 13 گل کم بکنه. تو گیری مسلمان احمدزاده پاس فنی اونجا میده، بازم خود مسلمان استارت میزنه، میفرسته روی دروازه خالیه. یه ضربه گل سوم. گل سوم برای پرسپولیس زده میشه و رامین رضاییان دروازه رو باز کرده. اونجا رفته و ضربه سرش رو میزنه و یه خوشحالی به سبک کریس رونالدو میبرن. رضاییان ساپ میکنه و توی دروازه گل پرسپولیس بالاخره به ثمر میرسه و ضربه عالی بازیکن پرسپولیس و مهدی طارمی دروازه صنعت نفت آباد نگاه کنیم. این ضربه بغل پای او دروازه رو باز کرد. رضاییان پاس عالی داد و طارمی گل قشنگی زد. نمیدونیم این تعویض رو به نام تماشاگران پرسپولیس بنویسیم یا به نام برانکو. هر کدومشون که باشن تشخیصشون و تعویضشون خوب بوده و رضاییان پشت توپ رامین رضاییان ضربه رو میزنه و توی دروازه حساب کار 1-0 میشه. کجا میره رامین رضاییان؟ تیمش 3 گل میخواد، داره کریس رونالدویی شادی میکنه این رامین رضاییان. اما کریس رونالدو هر وقت اینجور مواقع گل میزنه بلافاصله میره توپ از دروازه در میاره و سریع میره که گل بعدی رو بزنن. خوب از پنالتی در خدمت تیم بوده. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه. این بغل با توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس. گل رو بازیکن پرسپولیس به ثمر میرسونن. رامین رضاییان حساب کار رو 1-0 میکنه. غافلگیر میشه خط دفاعی تیم تراکتورسازی و پرسپولیس 1-0 پیش میفته. چری آروم برانکو ایوانکوویچ مربی با تجربه تیم پرسپولیس که هفته گذشته 62 ساله شد. بازم پرتاب نارنجک تو ورزشگاه آزادی شاهد بودیم و اینم اخباری که دروازه‌اش باز شد. بازی رفت رو هم پرسپولیس 1-0 با گل بنگستون برده بود. با یه بغل پای دقیق توپ رو به قعر دروازه فرستاد.
روی پاس فوق‌العاده فرشاد احمدزاده که بهترین زمین‌های فوتبال ماست و شاید تک زمینی است که بچه‌ها و بازیکن‌ها در اون مشکلی ندارن. قبل از بازی هم کنار زمین بودم، بسیار صاف و یک دست زمین ورزشگاه آزادی. یه حرکت خوب، فرصت برای پرسپولیس، موقعیت هست. حالا ببینیم با این توپ امیری چه میکنه. یه فرصت، ضربه و توی دروازه. رامین رضاییان حالا گل هم میزنه. گلساز پرسپولیسی ها به گلزن پرسپولیسی ها تبدیل میشه تو این بازی. نتیجه رو 2-0 میکنن و جشن پرسپولیسی ها در زمین، نیمکت ذخیره ها و سکوها و حتما در خانه ها، جایی که میلیون ها پرسپولیسی خوشحالن از اینکه اینجا رامین رضاییان گل دوم رو زده. نگاه کنید، آفساید هم نیست. خوبم دید، خوبم ضربه رو زد، به زاویه مخالف زد. نگاه کنید یک بار دیگه امیری واقعا یه پاس گل عالی داد. رضاییان هم با پای راست ضربه تماشایی زد. بعد از واقع دیگه نذارن اون باخت‌های عجیب و غریب با تعداد گل‌های دو رقمی شکل بگیری. یک حرکت عالی و تماشایی و فرصتی که تبدیل به گل سوم ما میشه در همین آغاز نیمه دوم و نوید این رو میده که شاید ما بتونیم همون 6 گلی که تهران زدیم رو اینجا هم بزنیم. رامین رضاییان این بار از دفاع راست یک حرکتی رو شروع کرد و در نهایت منجر به گل شد و گلش هم میاد تقدیم کارلوس کیروشی میکنه که به او و امثال او اعتماد کرده و تیم ملی رو بهشون داده در این بازی ها. پاس رو به عقب عالی و ضربه تمام کننده ای که اینجوری به تور دروازه نشست. پاس قشنگ، موقعیت برای بازیکن تراکتور در ضد حمله. ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنن. بختیار رحمانی، حالا این توپ که گل نمیشه. ضربه ایوب کلانتری از روی خط دروازه توپ رو دور میکنند. این کار رو رامین رضاییان انجام میبنده. فلاح زاده، ضربه قشنگ و باز هم توی دروازه. هیچ جهت نیستش که برانکو این اختیار رو داده به رامین رضاییان که پشت این توپا قرار بگیره و حالا نشون میده که روی این ضربات کار شده از سوی بازیکن‌های پرسپولیس و رامین رضاییان یه بار دیگه تبحرش رو نشون میده و هواداره پرسپولیس اینطور به وجد میان. برانکو تیمش به بازی برمیگرده. چهره‌ای تاثیرگذار بوده در فوتبال ما. ببینیم با هم گل تماشایی رامین رضاییان رو. کامیابی فقط نگاه میکنیم. بخت تیم پرسپولیس. این ضربه سر بنگر سانتر دروازه، یه موقعیت برگشت داده میشه، موقعیت و تو میگه گل میشه. گل! چه گلی، چه دقیقه‌ای! دقیقه 99 پرسپولیس به گل میرسه. 1-1 مساوی و حالا این ور ورزشگاه چه خبره؟ کی گل زد اصلا؟ مهدی طارمی چرخید، ضربه رو زد، توپ یکی دو نفر اون وسطا برخورد کرد و بخت نیمکت نشینای استقلال و خوشحالی هواداران پرسپولیس که بازی رو 1-1 حالا مساوی میکنه. چه دقیقه‌ای رضاییان با هم نگاه کنید. این توپی که فرستاده شد روی دروازه، اینجا طارمی چرخید، ضربه رو زد، به مدافعان برخورد کرد. توپ بعدی رو اینجا رامین رضاییان ضربه رو زد، بنگسون و بله گل به اسم بنگسون ثبت میشه. شانسی هم بود گل. ضربه رضاییان به مدافعان برخورد کرد، توپ خورد به پشت. یه بار دیگه ببینیم ارسال درون منطقه جریمه، ضربه چکشی مهدی طارمی که کاری از دستان گردان بر نیومد و نهایتاً از این زاویه هم یه بار دیگه ببینیم. در سمت چپ نگه میداره توپ رو فرشاد به دنبال بازیکن هم تیمیز. استال با پای راست، موقعیت، یه ضربه، فرصت و حالا توی دروازه
توی دروازه رامین رضاییان حساب کار رو 1-0 میکنه به سود پرسپولیس و این چنین هواداران حاضر در ورزشگاه که پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه البته خوشحال میشن. پرسپولیس 1 سیاه جامگان 0. تصویر آهسته رو میبینید، توپی که در درون دروازه جای گرفت. جهانبخش یه فضای عالی برای رضاییان، 3 نفری حمله میکنن، خود رامی پاس عالی، 1-0 حالا گل برای ایران. سردار ایرانی دروازه کره ها رو باز میکنه. عالی بود حرکت بچهای ایران و سردار دروازه کره رو باز کرد. ایران 1 کره جنوبی 0. حرکت عالی بود و خیلی قشنگ پاس داد عزت‌اللهی. بعد جهانبخش همینطوری جلو رفتیم، در نهایت سردار آزمون دروازه کره رو باز کرد. با هم می‌بینیم رضاییان عالی فرستاد و خیلی خوب تموم کرد سردار. ما 1-0 جلو میافتیم. بکنم ضربه‌اش رو یه بار دیگه رضاییان دریبل قشنگ میفرسته روی دروازه، 1 ضربه و حالا گل اول بازی رو وحید امیری برای پرسپولیس میزنه. پرسپولیس 1 ماشین سازی تبریز 0. راننده گل وحید امیری است. پاچم میکنه کفش رامین رضاییان رو به خاطر ارسال خوبی که انجام داد. تو دقیق رفت جایی که او بود و ضربه آخر رو زد وحید امیری. بازیکن مؤدب و با اخلاقیه وحید امیری. و حالا پرسپولیس 1-0 جلو میفته. صحنه آهسته رو با هم دیدیم. رضاییان میفرسته بین دو بازیکن، بلند شد، ضربه سر ارسال به محوطه جریمه. حالا در محوطه جریمه و پنالتی. بله برای پرسپولیس پنالتی میگیره داور مسابقه. خطا بر روی رامین رضاییان، حساس روی دروازه تیم سوای قم. رضاییان تمرکز میکنه، سوت شاهین حاج بابایی. رضاییان با پای راست و چه گلی میزنه. دروازه سوای قم رو با یه چیپ باز میکنه و به سمت رونالدو هم خوشحالی میکنه. نتونست دقیقا مثل رونالدو اون سبک خوشحالی رو بیاد، اما به هر حال پرسپولیس 2 سوای قم 0. با هم ببینیم رضاییان، رفیعی توپ رو میفرسته به محوطه جریمه. امیری، واکنش دیدنی اخباری در مقابل این توپ. طارمی، یه بار دیگه طارمی. حالا رضاییان توی دروازه. گل دوم برای پرسپولیس. رامین رضاییان حساب کار رو 2-0 میکنه. 2 حمله 2 گل از یاران پرسپولیس که بهتر از همیشه قدر فرصت ها رو میدونند. رضاییان حساب کار رو به 2-0 تغییر میده. اینم سکوهای هوادارای تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. رضاییان 3مین گل فصلش رو به ثمر میرسونه. حرکت از پاس عالی سروش رفیعی شروع شد. مدافعای تراکتور اشتباه کردن. این واکنش اخباری واقعا زیبا بود. وحید امیری توپ دومی رو اینجوری به بیرون پاس داد. طارمی ضربه رو میخواست بزنه، نشد. یه برخوردم اونجا اتفاق افتاد، نوری روی زمین افتاد. در ادامه رضاییان دروازه رو با پای چپش باز میکنه. بازی میشه 2-0. دقیقا آماده بود، توپ خورد پشت پای هادی محمدی، افتاد جلوش.